زبان آموزان عزیز، برای بهره بردن هرچه بیشتر از این مجموعه مکالمه آلمانی لطفاً به نکات زیر توجه کنید. اول اینکه این روش خودآموز مکالمه آلمانی در 90 روز بروزترین ورژن و محصول سال 2015 است که در اصل برای آمریکایانی طراحی شده که قصد اقامت در کشورهای آلمانی زبان را دارند و ما آن را به ورژن فارسی برگردانده ایم تا ایرانیان نیز از آن بهره‌مند شوند. دوم، در اصل این خودآموز برای تعامل با آلمانی زبانها اهم از مردم کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس طراحی و تدوین شده که در 90 درس 30 دقیقه‌ای ارائه می‌گردد. سوم، اینکه تمام قسمت‌هایی که به زبان آلمانی می‌شنوید توسط گویندگان آلمانی و با لهجه استاندارد تلفظ می شود و به این خاطر شما با تمرین و اجرای دستورات و راهنمایی های این روش می توانید هم با لهجه استاندارد آلمانی آشنا و مسلط شوید و هم خودتان تلفظ صحیح در زبان آلمانی را فرا می گیرید. چهارم، اینکه این 90 درس را در موقعی خاص و هر روز به طور منظم دنبال کنید. محیطی آرام فراهم کنید و تمام تمرینات را به طور جدی طبق راهنمایی‌های داده شده انجام دهید. پنجم، اینکه تمام آنچه به زبان آلمانی در 90 درس این روش میشنوید حداقل یک بار آورده شده، البته با رسم الخط جدید آلمان. و در آخر اینکه مکالمات یادگیری شده طیف وسیعی از موقعیت‌ها را پوشش می‌دهد و وقتی هنگام استفاده از آنچه آموخته‌اید بهره می‌برید متوجه می‌شوید که این روش نسبت به روش‌های دیگر چه مزیت‌هایی داشته است. امیدواریم از این مجموعه مکالمه آلمانی با لذت تمام بهره مند شوید. این درس 1 از مجموعه مکالمه آلمانی است. به این مکالمه گوش کنید. Entschuldigen Sie, verstehen Sie Englisch? Nein, ich verstehe kein Englisch. Ich verstehe ein bisschen Deutsch. Sind Sie Amerikaner? Ja, Amerikaner. دوباره به این مکالمه گوش کنید. Entschuldigen Sie, verstehen Sie Englisch? Nein, ich verstehe kein Englisch. Ich verstehe ein bisschen Deutsch. Sind Sie Amerikaner? Ja, Amerikaner. در چند دقیقه بعد نه تنها می توانید این مکالمه را بفهمید، بلکه می توانید خودتان در آن شرکت کنید. تصور کنید که یک جوان آمریکایی در یک قطار یا جای دیگر در کنار خانم جوان آلمانی نشسته است. او می خواهد گفتگویی را با وی آغاز کند. پس می گوید: میبخشید. Entschuldigen Sie. گوینده آلمانی این عبارت را تکرار می کند و آن را قسمت به قسمت از انتهای آن آغاز می کند. شما باید هر قسمت را پس از او تکرار کنید. سعی کنید لهجه شما دقیقاً مانند او باشد. اجازه دهید از قسمت آخر شروع کنید. حتماً با صدای بلند تکرار کنید. Sie. آیا تکرار کردید؟ سعی کنید پس از گوینده تکرار کنید. Sie. حالا این قسمت را تمرین کنید. Die Gen. Schul. Schuldigen. Schuldigen Sie. Schuldigen Sie. اجازه دهید کلمه آخر را به آن اضافه کنید. به تکرار کردن ادامه دهید. Entschuldigen.
Entschuldigen. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. به زبان آلمانی چگونه میگویید؟ میبخشید یا ببخشید. Entschuldigen Sie. دوباره بگویید ببخشید. Entschuldigen Sie. حالا این جوان میخواهد بداند که خانم جوان آلمانی انگلیسی میفهمد. ابتدا کلمه انگلیسی به زبان آلمانی را تمرین کنید. گوش کنید و تکرار کنید. Englisch. Lish. Lish. Eng. Eng. Englisch. Englisch. به ابتدای کلمه دقت کنید. تلفظ آن Eng. می باشد و نه. Eng. به آلمانی چطور میگویید انگلیسی؟ Englisch. Englisch. بگویید ببخشید یا میبخشید. Entschuldigen Sie. شما باید پس از گوینده آلمانی تکرار کنید و با دقت لهجه او را تقلید نمایید. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. حالا او میخواهد بپرسد آیا میفهمید؟ به کلمه میفهمید گوش کنید. فقط گوش کنید. Verstehen. قسمت به قسمت تکرار کنید. Stehen. Stehen. Fair. Fair. Verstehen. Verstehen. بگویید میفهمید. Verstehen. در اینجا به عبارت شما میفهمید گوش میکنید. لطفاً تکرار کنید. Sie verstehen. Sie. Sie. Sie verstehen. Sie verstehen. بگویید شما میفهمید. Sie verstehen. یادتان هست چطور به آلمانی بگویید انگلیسی؟ Englisch. دوباره بگویید شما میفهمید. Sie verstehen. و حالا سعی کنید بگویید شما انگلیسی میفهمید. Sie verstehen Englisch. Sie verstehen Englisch. دوباره بگویید شما میفهمید. Sie verstehen. بسیاری از جملات را میتوان با عوض کردن جای کلمات به صورت سوالی بیان کرد. در این حالت لحن جمله نیز سوالی می شود. یک بار دیگر بگویید شما میفهمید. Sie verstehen. حالا سعی کنید بپرسید آیا شما میفهمید؟ Verstehen Sie?
Verstehen Sie? بگید ببخشید. Entschuldigen Sie. از من بپرسید که آیا من میفهمم؟ Verstehen Sie? Verstehen Sie? از من بپرسید آیا شما انگلیسی میفهمید؟ Verstehen Sie Englisch? Verstehen Sie Englisch? خانم جوان جواب میدهد خیر. گوش دهید و تکرار کنید. Nein. Nein. چطور میگید خیر یا نه؟ Nein. چطور از کسی میپرسید آیا میفهمید؟ Verstehen Sie? Verstehen Sie? مرد جوان میگوید من میفهمم. لطفاً فقط گوش دهید. Ich verstehe. کلمه آلمانی برای من می شود Ich. این کلمه دارای صامتی است که در فارسی معادل آن را نداریم. تلفظ آن بین ش و ک در فارسی است. Ich. سعی کنید به آلمانی بگویید من. Ich. 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 و حالا کلمه میفهمم. Verstehe. Stehe. Stehe. Verstehe. Verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. بگید من میفهمم. Ich verstehe. سعی کنید بگید من انگلیسی میفهمم. Ich verstehe Englisch. Ich verstehe Englisch. به دو جمله من میفهمم و شما میفهمید گوش دهید. Ich verstehe, Sie verstehen. Ich verstehe, Sie verstehen. بگید شما میفهمید. Sie verstehen. بگید من میفهمم. Ich verstehe. بگید میبخشید. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. بپرسید آیا میفهمید؟ Verstehen Sie? از این خانم جوان بپرسید آیا شما انگلیسی میفهمید؟ Verstehen Sie Englisch? Verstehen Sie Englisch? او چطور جواب میدهد؟ نه. Nein. Nein. حالا او میخواهد بگوید من هیچ انگلیسی نمیفهمم. گوش دهید و تکرار کنید. Ich verstehe kein Englisch.
Kein. Kein. Kein Englisch. Kein Englisch. Ich verstehe kein Englisch. Ich verstehe kein Englisch. بگید من میفهمم. Ich verstehe. بگید من هیچ انگلیسی نمیفهمم. Ich verstehe kein Englisch. Ich verstehe kein Englisch. بگید هیچ انگلیسی. Kein Englisch. من هیچ انگلیسی نمیفهمم. Ich verstehe kein Englisch. Ich verstehe kein Englisch. بپرسید آیا میفهمید؟ Verstehen Sie? از من بپرسید که آیا من انگلیسی میفهمم؟ Verstehen Sie Englisch? Verstehen Sie Englisch? جواب بدین خیر یا نه. Nein. چطور میگید هیچ انگلیسی؟ Kein Englisch. Kein Englisch. حالا جواب بدین نه من هیچ انگلیسی نمیفهمم. Nein, ich verstehe kein Englisch. حالا به کلمه آلمانی در زبان آلمانی گوش کنید. لطفاً تکرار کنید. Deutsch. 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 به زبان آلمانی بگید آلمانی که منظور همان زبان آلمانی است. Deutsch. بگید من میفهمم. Ich verstehe. و بگید من آلمانی میفهمم. Ich verstehe Deutsch. حالا به من بگید که شما آلمانی میفهمید. Ich verstehe Deutsch. به من بگید که شما هیچ آلمانی نمیفهمید. Ich verstehe kein Deutsch. Kein Deutsch. Ich verstehe kein Deutsch. یک بار دیگه بگید شما آلمانی میفهمید. Sie verstehen Deutsch. Sie verstehen Deutsch. از من بپرسید که آیا من آلمانی میفهمم؟ Verstehen Sie Deutsch? Verstehen Sie Deutsch? بگید نه من هیچ آلمانی نمیفهمم. Nein, ich verstehe kein Deutsch. Nein, ich verstehe kein Deutsch. یک بار دیگه از من بپرسید که آیا من آلمانی میفهمم؟
Verstehen Sie Deutsch? در اینجا کلمه یک کم یا کمی را خواهید شنید. گوش دهید و تکرار کنید. Ein bisschen. Chen. Chen. Bis. Bisschen. Bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Bisschen دارای همان صامتی است که در کلمه ich. وجود داشت. بگید یک کمی یا یک کم. Ein bisschen. فقط یک کم یا فقط کمی. کلمه فقط را گوش دهید و تکرار کنید. Nur. 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 بگید فقط یک کم. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. من فقط یک کم میفهمم. Ich verstehe nur ein bisschen. Ich verstehe nur ein bisschen. بگید من آلمانی میفهمم. Ich verstehe Deutsch. Ich verstehe Deutsch. فقط یک کم آلمانی. Nur ein bisschen Deutsch. Nur ein bisschen Deutsch. حالا خانم جوان آلمانی میخواهد بپرسد آیا شما آمریکایی هستید؟ به کلمه یک آمریکایی به زبان آلمانی گوش دهید. Amerikaner. Kana. Kana. Ameri. Ameri. Amerikaner. Amerikaner. بگید آمریکایی. Amerikaner. حالا عبارت شما هستید. گوش دهید و تکرار کنید. Sie sind. Sie sind. Sie sind. بگید شما هستید. Sie sind. Sie sind. و بگید شما آمریکایی هستید. Sie sind Amerikaner. Sie sind Amerikaner. حالا سعی کنید بپرسید آیا شما آمریکایی هستید؟ Sind Sie Amerikaner? Sind Sie Amerikaner? بپرسید آیا شما آلمانی میفهمید؟ Verstehen Sie Deutsch? Verstehen Sie Deutsch? بپرسید آیا شما آمریکایی هستید؟ Sind Sie Amerikaner? در اینجا کلمه بله به زبان آلمانی را میشنوید. گوش دهید و تکرار کنید.
Ja. Ja. بپرسید آیا شما آمریکایی هستید؟ Sind Sie Amerikaner? Sind Sie Amerikaner? جواب بدید بله آمریکایی. Ja, Amerikaner. Ja, Amerikaner. بپرسید آیا آلمانی میفهمید؟ Verstehen Sie Deutsch? جواب بدید بله. Ja. بله یک کم. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. فقط یک کم. Nur ein bisschen. بپرسید آیا میفهمید؟ Verstehen Sie? بپرسید آیا انگلیسی میفهمید؟ Verstehen Sie Englisch? Verstehen Sie Englisch? جواب بدین نه. Nein. من هیچ انگلیسی نمیفهمم. Ich verstehe kein Englisch. Ich verstehe kein Englisch. بگید شما کمی آلمانی میفهمید. Sie verstehen ein bisschen Deutsch. حالا به مکالمه‌ای که در آغاز این درس شنیدید گوش کنید. Entschuldigen Sie. Verstehen Sie Englisch? Nein, ich verstehe kein Englisch. Ich verstehe ein bisschen Deutsch. Sind Sie Amerikaner? Ja, Amerikaner. یک بار دیگه گوش کنید. Entschuldigen Sie. Verstehen Sie Englisch? Nein, ich verstehe kein Englisch. Ich verstehe ein bisschen Deutsch. Sind Sie Amerikaner? Ja, Amerikaner. تصور کنید که شما همان جوان آمریکایی هستید که در کنار این خانم آلمانی نشسته است. می‌خواهید گفتگویی را با او آغاز کنید. به او چه میگید؟ Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. آن خانم جوابی نمی‌دهد. پس سعی کنید از او بپرسید که آیا او می‌فهمد؟ Verstehen Sie? Verstehen Sie? از او بپرسید آیا آلمانی می‌فهمد؟ Verstehen Sie Deutsch? Verstehen Sie Deutsch? هنوز جوابی نمی‌دهد. سعی کنید از او بپرسید که آیا او انگلیسی می‌فهمد؟ Verstehen Sie Englisch? Verstehen Sie Englisch? و بالاخره جواب می‌دهد نه. Nein.
چطور به شما جواب می‌دهد که هیچ انگلیسی نمی‌فهمد؟ Ich verstehe kein Englisch. Ich verstehe kein Englisch. او چطور از شما می‌پرسد که آیا شما آلمانی می‌فهمید؟ Verstehen Sie Deutsch? Verstehen Sie Deutsch? به او بگویید که شما کمی آلمانی می‌فهمید. Ich verstehe ein bisschen Deutsch. Ich verstehe ein bisschen Deutsch. به او بگویید فقط کمی. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. او می‌خواهد از شما بپرسد که آیا شما آمریکایی هستید؟ چطور این سوال را از شما می‌پرسد؟ Sind Sie Amerikaner? Sind Sie Amerikaner? شما به جای جوان آمریکایی جواب دهید بله، آمریکایی. Ja, Amerikaner. Ja, Amerikaner. خانم آلمانی از شما سوالی می‌پرسد. Verstehen Sie Englisch? Verstehen Sie Englisch? به او جواب دهید بله، انگلیسی می‌فهمم. Ja, ich verstehe Englisch. حالا او سوالی دیگر از شما می‌پرسد. Verstehen Sie Deutsch? Verstehen Sie Deutsch? جواب بدین فقط یک کم. Nur ein bisschen. من فقط کمی آلمانی می‌فهمم. Ich verstehe nur ein bisschen Deutsch. حالا این مکالمه را بار دیگر تمرین کنید. بگید ببخشید. Entschuldigen Sie? جوابی نمی‌دهد. از او بپرسید که آیا او می‌فهمد؟ Verstehen Sie? از او بپرسید آیا او آلمانی می‌فهمد؟ Verstehen Sie Deutsch? حالا از او بپرسید که آیا او انگلیسی می‌فهمد؟ Verstehen Sie Englisch? Nein. چطور جواب می‌دهد که انگلیسی نمی‌فهمد؟ Ich verstehe kein Englisch. و چطور از شما می‌پرسد آیا آلمانی می‌فهمید؟ Verstehen Sie Deutsch? به او بگویید که کمی آلمانی می‌فهمید. Ich verstehe ein bisschen Deutsch.
بگین فقط کمی. Nur ein bisschen. او از شما میپرسد آیا آمریکایی هستید؟ Sind Sie Amerikaner? به جای جوان آمریکایی جواب دهید بله آمریکایی هستم. Ja, Amerikaner. از شما میپرسد آیا انگلیسی میفهمید؟ Verstehen Sie Englisch? به سؤال بعدی او با عبارت فقط یک کم جواب بدید. Verstehen Sie Deutsch? Nur ein bisschen. Ich verstehe nur ein bisschen Deutsch. پایان درس 1.